امروز می‌خوایم داستان زندگی یکی از بازیگران جوان و موفق ایران، امیرحسین فتحی رو مرور کنیم. از خانواده هنری و چالش‌های زندگی در یک محیط پر از هنر گرفته تا درخشش در دنیای بازیگری و موفقیت‌های بزرگش. با ما همراه باشید تا با این بازیگر مستعد بیشتر آشنا شید. درود به همه پاپاراتزیا. قبل از اینکه بریم سراغ این ویدیو، همین الان دکمه سابسکرایب رو بزنید، زنگوله رو فعال کنید که هیچ ویدئویی رو از دست ندین و لطفاً لایکم یادتون نره. امیرحسین فتحی بازیگر جوان و محبوب ایرانی در تاریخ 10 مهر 1372 در تهران متولد شده. اون فرزند دوم خانواده هنرمنده و پدرش حسن فتحی کارگردان برجسته سینما و تلویزیونه و اما مادر امیرحسین هم اعظم بروجردیه که نویسنده و کارگردان تئاتر. زندگی در این خانواده هنری موجب شده امیرحسین از همون ابتدا در محیطی پر از فرهنگ و هنر بزرگ شه، اما در عین حال همواره درگیر چالش‌های زندگی در یک خانواده هنری بوده. امیرحسین یک برادر بزرگتر به نام محمد رضا هم داره که در آمریکا زندگی میکنه. به گفته خود امیرحسین، مادرش همیشه بر این باور بوده که زندگی هنری و به ویژه شهرت ممکنه جنبه‌های منفی به همراه داشته باشه و همین موضوع هم باعث شده که از اول علاقه‌ای به وارد شدن به دنیای بازیگری نداشته باشه. در واقع با اینکه مادرش در عرصه هنر فعال بوده، اما این شغل رو همیشه چالش برانگیز میدیده. آغاز بازیگری امیرحسین فتحی برمیگرده به سال 1385 و در سن 13 سالگی. او در سریال مأمور بدرقه به کارگردانی سعید سلطانی حضور پیدا میکنه و البته نقشش بسیار کوتاه بوده و نمیشه اونو به عنوان شروع حرفه‌ای بازیگری اون دونست. اما میشه گفت این تجربه اولین برخوردش با دنیای بازیگری بوده. و اما در سال 1386 امیرحسین برای گذراندن دوره‌های بازیگری به مالزی میره و در کلاس‌های آموزشی مدرسان آمریکایی شرکت میکنه. بعد از بازگشت به ایران به مؤسسه کارنامه راه پیدا میکنه و آموزش‌های تکمیلی رو در اونجا ادامه میده. اما با تمام این توضیحات، اولین کار حرفه‌ایش در سال 1388 بوده که در فیلم کیفر به کارگردانی پدرش حسن فتحی به ایفای نقش میپردازه. این فیلم نقطه عطفی در مسیر حرفه‌ای امیرحسین بود. بعد از ایفای نقش در کیفر، امیرحسین در سال 1394 با حضور در سریال شهرزاد باز هم به کارگردانی پدرش به شهرت رسید. در این سریال اون نقش صابر عبدلی رو بازی کرد که مورد توجه بسیاری قرار گرفت. اون در این سریال با بازیگران معروفی مثل ترانه علی دوستی، مصطفی زمانی، شهاب حسینی و پریناز ایزدیار هم بازی بود. در این مرحله امیرحسین وارد دنیای بازیگری حرفه‌ای شده و خودش رو به عنوان یکی از چهره‌های جوان و موفق این عرصه معرفی کرده. امیرحسین فتحی در مورد ورود به این پروژه میگه برخلاف اونچه که بسیاری فکر میکنن، پدرش هیچگاه از او برای حضور در شهرزاد حرفی نزده و این اتفاق به صورت مستقل از طرف دفتر پدرش بهش پیشنهاد شده. امیرحسین حتی در ابتدا تمایلی هم به قبول این نقش نداشته، چرا که نمیخواسته نقش منفی بازی کنه، اما بعد از تحلیل بیشتر متوجه میشه که نقشش اونقدرها هم منفی نیست. و اما بزرگترین نقطه اوج در زندگی حرفه‌ای امیرحسین فتحی بازی در سریال جیران به کارگردانی پدرش بوده که در اون نقش سیاوش رو بازی کرد. این سریال در سالهای 1398 تا 1401 پخش شد و در اون زمان با استقبال بسیاری از طرف تماشاگران روبرو شد. در این سریال امیرحسین با بازیگرانی چون بهرام رادان، مهدی پاکدل و رعنا آزادیور هم بازی بود و بسیاری از منتقدان و تماشاگران بازی اونو ستودن. این نقش به ویژه بعد از موفقیت در شهرزاد باعث شد امیرحسین جایگاهش رو در دنیای بازیگری ایران به طور قطعی تثبیت کنه. اگه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودی، یعنی دنبال واقعیت هستی. لطفاً لایک کن. در قسمت کامنت ها هم نظرتو بنویس و یادت نره اون زنگوله رو بزنی که ویدئوی بعدی پاپاراتزی رو از دست ندی.
بله، در ادامه خواهیم گفت حواشی زندگی خصوصی امیرحسین فتحی همواره در صدر اخبار رسانه‌ها قرار داشته. از جمله حواشی مهم میشه به شایعات مربوط به ازدواجش اشاره کرد. بسیاری از رسانه‌ها بعد از بازی او در سریال جیران شایعاتی در مورد ازدواجش با پریناز ایزدیار منتشر کردند. اما امیرحسین این شایعات رو تکذیب کرد و اعلام کرد که او همچنان مجرده و این اخبار دروغه. علاوه بر این در بعضی مواقع اسم امیرحسین فتحی در کنار بازیگران سریال‌هایی مثل خاتون و مختارنامه ذکر شده، اما در حقیقت اون هیچگاه در این سریال‌ها حضور نداشته و حضور نامش در لیست بازیگران تنها به دلیل اشتباهات رسانه‌ای بوده. و اما مادر امیرحسین اعظم بروجردی درباره شهرت پسرش در یکی از مصاحبه‌ها به طور صریح اظهار داشته که شهرت و سلبریتی شدن برای او اهمیتی نداره. اون تاکید کرده امیرحسین باید بیشتر به انسانیت و جایگاه‌های معنوی توجه کنه و از شهرت و فریب‌های دنیای رسانه‌ای پرهیز کنه. اعظم بروجردی در ادامه گفته به امیرحسین نصیحت کردم در این راه به دنبال معروفیت نباشه، تنها به حرفه و عشق به بازیگری توجه کنه. بعدم اشاره کرده حتی وقتی امیرحسین ازش مشورت میگیره اون همیشه به پسرش توصیه میکنه که تنها برای رشد حرفه‌ای و انسانیت در این دنیای شلوغ حرکت کن. امیرحسین فتحی به غیر از بازیگری علاقه زیادی به موسیقی هم داره و در این زمینه هم فعالیت‌هایی داشته. او از خوانندگان سنتی ایرانی مثل محمد رضا شجریان و علیرضا قربانی تأثیر پذیرفته و گاهی برای خودش آواز میخونه. همچنین او به سبک‌های مختلف موسیقی از جمله رپ علاقه داره و از رپرهای ایرانی هم به ویژه در دنیای رپ فارسی یاد گرفته. امیرحسین در چندین مصاحبه و گزارش‌های خبریش به انتقاد از بعضی جنجال‌ها و رفتارهای رسانه‌ای هم پرداخته. یکی از موضوعات بحث برانگیز برای او مدلینگ بوده. با وجود پیشنهادهایی که برای مدل شدن دریافت کرده، امیرحسین به شدت اونا رو رد کرده و اعلام کرده اولویت اصلی من در زندگی بازیگریه، نه شهرت، نه مدلینگ. بعدش هم از فعالیت‌های خارج از حرفه‌ای مثل سلبریتی شدن یا حتی ایفای نقش‌هایی که صرفاً برای جلب توجه انتقاد کرده و اظهار داشته برای او بازیگری یک شغل نیست بلکه عشق و حرفه‌ای است که باید به جدیت دنبال شه. در این صورت امیرحسین از همون اول تصمیم گرفته در بازیگری به صورت مستقل عمل کنه و حتی در مواردی که در کنار پدرش کار کرده هیچ وقت قصد نداشته که تنها به دلیل نام پدرش مطرح شه. او به دنبال اینه که در هر نقشی که بازی میکنه به بهترین شکل عمل کنه و به جای شهرت از طریق توانایی‌های حرفه‌ایش شناخته شه. در نهایت اینکه امیرحسین فتحی تلاش میکنه تا با تکیه بر تجربه‌های کاری و هنریش جایگاهی مستحکم در دنیای بازیگری داشته باشه و در آینده نزدیک آثار شاخصی از خودش به یادگار بذاره. در همین راستا سعی داره که در انتخاب نقش‌ها دقت کنه و نقش‌هایی رو برمیگزینه که در اونا بتونه ابعاد مختلف شخصیتش رو به نمایش بذاره. امیرحسین یکی از بازیگران موفق و با استعداد جوان ایرانه که با تلاش و پشتکار در دنیای بازیگری شناخته شده و علاوه بر ایفای نقش در آثار برجسته تلویزیونی و سینمایی همواره تلاش کرده که زندگی شخصیشو از فضای رسانه‌ای دور نگه داره و بر جنبه‌های حرفه‌ای و انسانیش تاکید کنه. اگه هنوز سابسکرایب نکردین همین الان کانال رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید تا اولین نفری باشید که از پشت پرده های جنجالی ما با خبر میشه. این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین و در قسمت کامنت ها هم نظراتتون رو برای ما بنویسین. لایک، کامنت و اشتراک گذاری شما باعث میشه پاپاراتزی براتون پشت پرده های بیشتری رو افشا کنه. اینجا پاپاراتزی و تا درودی دیگر، بدرود.